أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد. پس ما و شما از این کتاب جهاد آیتها و چند از حدیثهایش را گرفتیم و امروز باشد دوام حدیثها را به سمع شما خواهم رسانید. درس امروزه امان از حدیث 1337 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1337 میگوید وعن ابی یحیی خریم بن فاتک رضی الله عنه قال، یعنی از ابو یحیی خریم بن فاتک رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من انفق نفقتا فی سبیل الله، هر انسانی که انفاق بکند چیزی را در راه الله، یعنی هر کسی که صدقه بکند در راه الله هر چیزی را، کتب له 700 ضعف، ثبت می شود در نام اون انسان پاداش 700 ضعف 700 برابر، یعنی برای اون انسان در نامه اعمالش 700 برابر از آن چیزی را که در راه الله صدقه دادگی است نوشته می شود. 700 برابر زیاد، مثلا 1 سوم اگر در راه الله بدهد 700 سوم در راه الله نوشته می شود. 1 اسب را در راه الله انفاق بکند 700 اسب نوشته می شود. هر چیزی را که در راه الله می دهد 700 برابر زیاد در نامه اعمالش نوشته می شود. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و گفتگی است که حدیث حسن است. پس این حدیث دلالت میکند به انفاق کردن در راه الله، چی در راه جهاد برای پیروزی دین الله باشد، چی برای انفاق کردن برای پهن کردن و نشر کردن دین الله باشد. پس اینقدر اجر و پاداش و ثواب در نامه اعمال صدقه دهنده نوشته می شود. این بود حدیث 1337 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1334 کتاب 1338 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1338 میگوید وعن ابی سعید رضی الله عنه قال، یعنی از ابو سعید رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله، یعنی هر بنده که روزه میگیرد 1 روز در راه الله، هر مجاهدی که در حالت جهاد 1 روز روزه میگیرد، یا هر انسان فقط به خاطر رازگی الله 1 روز روزه میگیرد، الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، میگوید دور میکند الله سبحانه و تعالی بذلك اليوم، یعنی به سبب روزه گرفتن آن روز، وجهه عن النار، رو چهره اون انسان را از آتش دوزخ 70 خریفا 70 سال. یعنی که هر کسی که فقط 1 روز در راه الله روزه میگیرد، به خاطر الله روزه میگیرد،
پس اون انسان این روزه گرفتهش سبب می شود که چهره اون انسان، روی اون انسان 70 سال از آتش دوزخ دور نگاه داشته می شود، دور می ماند. پس ببینید یک روز روزه گرفتن در راه الله، یک روز روزه گرفتن چی فضیلت، چی بزرگی دارد. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1338 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1339 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1339 میگوید: و عن ابی امامه رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابی امامه رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند: من صام یوما فی سبیل الله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر کسی که روزه بدارد یک روز در راه الله، هر کسی فقط یک روز در راه الله روزه بگیرد، جعل الله بینه و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، الله سبحانه و تعالی میگرداند بین اون انسان و بین آتش دوزخ یک خندق، یک چقری که آن چقری بین آسمان و زمین هست، پهناییش، چقریش و پهناییش بین آسمان و زمین هست. یعنی انا همین اندازه الله تبارک و تعالی اون انسانی که در راه الله روزه میگیرد از آتش دوزخ دور میگرداندش، از آتش دوزخ به اندازه بین آسمان و زمین اون انسان روزه در راه الله گرفتگی دور می باشد. رواه ترمذی، و این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی میگوید حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1339 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1340 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1340 کتاب ریاض الصالحین میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: من مات ولم یغزو، یعنی هر کسی بمیرد و جهاد نکرده باشد، هر کسی که بدون جهاد کردن وفات بکند بمیرد، ولم یحدث نفسه بغزو، یا هر انسان بمیرد و در دلش قصد جهاد کردن نداشته باشد، یعنی یک انسان وفات بکند نه جهاد کرده است و نه قصد و نیت جهاد کردن دارد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید: مات علی شعبة من النفاق، این انسان بر یک نشانه و بر یک شاخه از نفاق وفات کردگی است. هر انسانی که جهاد نکرده بمیرد، یا هر انسانی که قصد جهاد کردن در راه الله را نداشته باشد در قلبش و نیت جهاد کردن نداشته باشد و بمیرد، پس این انسان در یک شاخه با یک نشانه از نشانه های نفاق این انسان از دنیا گذشته است. باید هر یک مسلمان، هر یک اهل ایمان و اهل توحید اگر جهاد شرعی باشد جهاد بکند، اگر جهاد شرعی برپا نشده باشد در این صورت قصد و نیت خالصانه برای جهاد کردن باید در قلبش باشد. اگر که نباشد پس اون انسان با یکی از علامت ها و نشانه های نفاق از دنیا سفر میکند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1340
کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1341 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1341 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت كنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی غزات فقال، میگوید که بودیم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یکی از جنگ ها. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، میگوید با رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از جهادها یک جا بودیم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن جهاد گفت که این بالمدینه لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض. میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این بالمدینه لرجالا، هر آینه گفت در مدینه مردهای هست، در مدینه مردهای هست. ما سرتم مسیرا، یعنی طی نکردید شما راه را، ولا قطعتم وادیا، و نگذشتید دره و صحرا و وادی را، الا کانوا معکم، مگر اینکه اون مردهایی که در مدینه حالا هستند اونها همراه شما بودند. در هر راه را که طی می‌کردید، هر وادی و صحرا و دره را طی می‌کردید، اون مردها همراه شما بودند. امروز گفتن در این جهاد حبسهم المرض، اونها را باز داشته است بیماری، یعنی اونها بیمار شدن، حالا همراه شما اشتراک کردن نمیتوانند در این جهاد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که حبسهم العذر، یعنی اونها را باز داشته است عذر، یعنی اونها عذر دارند که نمیتوانند همراه شما در این جهاد اشتراک بکنند. و فی روایتین، در روایت دیگر گفتند که الا شریکوکم فی الاجر، یعنی اون مردانی که در مدینه هستند همیشه همراه شما بودند، حالا بیمار هستند یا عذر دارند که با شما در این جهاد نیستند. شریکوکم فی الاجر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند اونها شریک هستند با شما در اجر و پاداش، در ثواب اونها با شما شریک هستند. ببینید این مردان بزرگ با عذر نتوانستند در جهاد اشتراک بکنند، اما قصد و مرام و نیت خالصانه داشتند برای جهاد، در جهاد اشتراک کردند. پس الله جل جلاله با نیت و مقصد و با اون قصد خالصانه داشتهشان برای اونها اجر جهاد در راه الله در نامه اعمالشان نوشته می شود. امام نووی رحمه الله میگوید رواه البخاری من روایت انس، این حدیث را امام بخاری از روایت انس روایت کردگی است، یعنی راوی این حدیث در بخاری حضرت انس رضی الله عنه است. و رواه مسلم من روایت جابر، و این حدیث را امام مسلم با روایت جابر رضی الله عنه روایت کردگی است. چطوری که در اول حدیثی 1341 گفتیم که عن جابر رضی الله عنه، یعنی که این روایت میگه و لفظ له، یعنی لفظ مسلم هست. و این امام نووی رحمه الله لفظ مسلم را در این حدیث برای ما و شما تقدیم کرد. اما بخاری هم این حدیث را روایت میکند، اما بخاری را راویش حضرت انس رضی الله عنه است. پس این حدیث دلالت میکند بر این که هر انسانی که قصد و مرام خالصانه برای اشتراک کردن در جهاد داشته باشد، اما عذر بیماری سبب شد که اشتراک کردن نتوانست، در نامه اعمال اون انسان اجر و پاداش جهاد نوشته می شود. این بود حدیث 1341
41 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1342 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1342 میگوید: و عن ابی موسی رضی الله عنه ان اعرابیا اتى النبی صلی الله علیه و سلم فقال، از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت: ان اعرابیا، هر آینه میگوید یک مردی بادیه نشینه، اتى النبی صلی الله علیه و سلم، میگه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد آن مردی بادیه نشین. فقال، پس اون مردی بادیه نشین گفت که یا رسول الله، گفت ای پیغمبر الله، الرجل یقاتل للمغنم، گفت مردی معینه، مردی خاص هست که یقاتل للمغنم، اون مرد گفت می جنگد برای به دست آوردن غنیمت، برای به غنیمت رسیدن، برای مال و ملک کافرها را زده گرفتن می جنگد. این یکم مرد برای به دست آوردن مال و ملک می جنگد. و الرجل یقاتل لیذکر، و گفت مردی دویم هست، دویم مردی هست که می جنگد برای کسب کردن نام و شهرت، برای به دست آوردن قهرمانی، به دست آوردن نامش که مردم تعریفش بکنن، مردم بگویند بسیار مردی نامدار بود که جنگیده هست، به خاطر این گفت می جنگد دویم مرد. و الرجل یقاتل لیورا مکانه، و گفت مردی سیم است که می جنگد تا اینکه دلاوری و جنگاوریش را به مردم نشان بدهد، یعنی برای دلیر است گفتم مردم تعریف بکنن، یعنی که مردم ببینن که این مرد چقدر مردی جنگاور و مردی دلیر بوده است، برای این می جنگد. و فی روایت، در یک روایت دیگر آمدگی است که یقاتل شجاعتا، یعنی می جنگد به خاطر شجاعتش، به خاطر بسیار مردی دلیر و با غیرت است گفته مردم تعریفش بکنن. و در روایت دیگر آمدگی است که و یقاتل حمیتا، و می جنگد به خاطر آنه که مردم بگویند که بسیار مردی وطن دوست بود، بسیار مردی پاتریوتی وطن بود، یا بسیار مردی تعصب به وطنش داشت، به خاطر این می جنگد. و فی روایت، در یک روایت دیگر آمده است که و یقاتل غضبا، می جنگد به خاطر غضب و خشم، یعنی یگان کار آن طرف انجام داده است، این به خاطر خشم و غضب می جنگد. فمن فی سبیل الله، پس این مرد رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسان شد که کدام یکی از این مردها در راه الله است، یعنی اونی که به خاطر مال می جنگد، اونه به خاطر کسب نام و شهرت می جنگد، اونه به خاطر دلیری و جنگاوریش را نشان دادن می جنگد، و اونه که به خاطر پاتریوتی وطن است، برای وطنش می جنگد و برای تعصب و برای متعصبی وطنش است، برای این می جنگد، یا به خاطر خشم و غضب آن طرف یگان کار کردگی است، این می جنگد تا این کور را مغلوب بگرداند. کدام یکی از اینها در راه الله است؟ یعنی کدام یکی از اینها را ما تعریف و توصیف بکنیم، یا کدام یکی از اینها را ما بگوییم که این در راه الله جنگیده است؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم را وقتی که پرسان شدند، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. رسول الله گفتن یگان تا اینها در راه الله نیست، هر کسی که بجنگد تا اینکه کلمه الله هی العلیا باشد، یعنی کلمه الله بالا باشد، برای سرافرازی دین الله بجنگد، برای حاکم قرار دادن قرآن و سنت بجنگد، به خاطر حکم الله را جاری کردن بجنگد،
فهو فی سبیل الله، پس این در راه الله است. در راه الله فقط همین است که انسان قصد و مرامش این باشد که دین الله بالا و قرآن و سنت حاکم و حکم الله جاری باشد. پس انا همین طور هر کسی قصد داشته باشد و بجنگد، اون رو میگویند در راه الله. هر آن فضیلتی که پیش ذکر کردیم برای انا همین است، نه به خاطر مال و پول، نه به خاطر نام و شهرت و نه به خاطر جنگاوری و دلیری را نشان دادن، نه به خاطر پتریات و تعصب به وطن داشتن و نه به خاطر خشم و غضب جنگیدن. نه، یگان تا اینها در راه الله نیستند. در راه الله فقط همون است که اون جنگاور مقصد و مرامش، یعنی آن مجاهد مقصد و مرامش حاکم قرار دادن شریعت الله جل جلاله و سرافرازی دین الله باشد و بس. اگر همین طور باشد پس اون در راه الله جنگیده است، پس اون مجاهد است، پس اون هست که فضائل درسای گذشته در بارهش ذکر کرده، اون فضائل برای این طور انسان ها می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1342 کتاب ریاض الصالحین. پس این حدیث برای ما و شما واضح و روشن می گرداند که هر کسی که برای الله جنگید اون مجاهد است، اما هر کسی که برای قومیت، برای تعصبیت، برای خشم و غضب و پتریاتی و اینها که جنگید، اونها را جنگی در راه الله نمیگویند، بلکه اونها جنگ به منفعتی اون جنگاور است و بس. اون جنگی در راه الله نمی باشد. پس این حدیث به این دلالت میکند که هر کسی که میخواهد در راه الله بجنگد باید نیت و مقصد و مرامش را خالص بگرداند تا اینکه صاحب این اجر و پاداش ها بگردد. این بود حدیث 1342 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1343 کتاب ریاض الصالحین، این حدیث 1343 را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.